بیا نفایجا بشینی بشینی سلام علیکم ایقا آدم بسیاره زوره چی؟ پیش وقتی حضرت ملیسا بود گایی کور میکرد بسیار گایی سختگیر بود شب روز در راه چخ بود یگان کسا روی خود تیر نمیکرد حتی چند بار آتش جریمه کردگی بود یک شب در پست دیجورنی بود همین گایی شب بود محتوب پر بود پاشا پر نمیزد یکی میبینه که یک تانکوچه‌ای یک ماشینی سب سرخ اومده ایستاده است میدمه بود ماشینی سرخ هم من میکنه میبینه که شریارش نیست سرشم درون میدرونه بازارش هم نیست پوچوی میریستم یخ میکنم همین اولاده کدومی از پشتش تپ تپ میکنم ملیسا قفاشو نگاه میکنه که موسفید چشمش سب سرخ طرف گی میگه که پروات قطی ردرد بته 3 روز زنکی گی میگیره 4 روز ده میخیزه و همین فول بین بشوه ما اپا این هر روز همی جایم شما بدرین بعد شما ما میدرم توبه چیکار روی نمیشوم خیز رحمت دودر جون خیز معده‌تان مریض است شما باشد باد دارید یک روز بیایم بادتان من خدمه برارم ما برای سفر آمدیم سفر تندری چیروغک زد بعدی همو یگان کسا نمیشناختگی شد انا زبانی مادریشم گم کرده با زبانی خارجی گپ میزند حاضر سفر در پیش ما نیست رفتارش هم رنگی سفر نیست خوراخریش هم دیگر شده است حتی دیگر خیلی خواب می رود نفس کشیشم دیگرای معلوم جین یارش شده است جین خب دیگر علاج نداریم برآمد اینجا خواب کنید حاضر جیناش دفن میکنیم سفر جون خوب رو Madame, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? دروز کش خواب رو حاضر جین کپود Okay, I'm sorry. برا گفتم برا ای جین برا
یک تا دیگرش مونده است به برو گفتم برو برو. جینوشا دیده است به فکر اومد.